یک شاخ گل، برنامه شماره 315. روزگاری من و دل ساکن کویی بودیم، ساکن کوی بت عربده جویی بودیم. عقل و دین باخته دیوانه رویی بودیم، بسته سلسله مویی بودیم. کس در آن سلسله غیر از من و دل بند نبود، یک گرفتار از این جمله که هستند نبود. عشق من شد سبب خوبی و رعنایی او، داد رسوایی من شهرت زیبایی او. بس که دادم همه جا شرح دلارایی او، شهر پر گشت ز غوغای تماشایی او. حالیا عاشق سرگشته فراوان دارد، کی سر و برگ من بی سر و سامان دارد. این اشعار که از شاهکارهای ادبی ایران است، از لحاظ روانی، سادگی، شیوایی و سوز و گیرایی کمتر نظیر دارد، از وحشی بافقی سراینده به نام قرن 11 است. همین مصمت است که نام وحشی را بلند آوازه کرده و در ردیف شاعران بزرگش قرار داده و نامش را در صفحات زرین ادبیات ایران جاویدان ساخته است. گرچه از خاطر وحشی هوس روی تو رفت، با دل پرگله از ناخوشی خوی تو رفت، و از دلش آرزوی قامت دلجوی تو رفت. شد دل آزرده و آزرده دل از کوی تو رفت. حاش لله که وفای تو فراموش کند
سخن مصلحت آمیز کسان گوش کند. گرچه از خاطر وحشی هوس روی تو رفت، با دل پرگله از ناخوشی خوی تو رفت، و از دلش آرزوی قامت دلجوی تو رفت. شد دل آزرده و آزرده دل از کوی تو رفت. حاش لله که وفای تو فراموش کند، سخن مصلحت آمیز کسان گوش کند.
هوس روی تو را شد دل آزرده و آزرده دل از کوی تو را شد دل آزرده و آزرده دل از کوی تو را. از دلش آرزوی قامت دلجوی تو را از دلش آرزوی قامت دلجوی تو را با دل پرگله از نام خوشی خوی تو خوش دلک وفای تو فراموش کند سخن مصلحت آمیز کسان گوش کند. گل چیست اگر دل ز غم آزاد نباشد؟ از گل چه گشاید چو دلی شاد نباشد؟ شاخ گلی که نثار شد شماره 315 بود که با شرکت آقای عبدالوهاب شهیدی تنظیم گردیده. اشعار از وحشی بافقی، شاعر قرن 11، آهنگ در مایی دشتی از شادروان ابوالحسن صبا، گوینده آذر پژوهش.